أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 24 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 25 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الخامس والعشرون، یعنی درس 25. درس 25 به مثل درس های گذشته همچنین کلمه های نو دارد برای حفظ کردن که این کلمه ها باید حفظ کرده شود و این کلمه ها عبارت است از این جمله هایی که صاحب کتاب میگوید ثورون. ثورون یعنی بقه. گاوی نر را عربا چی میگوین؟ ثورون. ثورون بقه. این مفرد است. جمعش می شود ثیرانون، یعنی بقه ها. این جمع تکسیر است. همچنین بعد از این میگوید بقرتون. بقرتون یعنی گاو. بقرتون گاو، گاوی ماده. و جمعش جمع مؤنث سالم می شود که بقراتون، یعنی گاوها، جمع مؤنث سالم. بعد از این میگوید فرسون. فرسون یعنی که اسب. فرس اسب رو میگویند. این مفرد است. جمعش می شود افراسون، یعنی اسبها. این جمع تکسیر است. بعد از این میگوید حمارون. حمارون یعنی خر. حمار خر رو میگویند، مفرد، یک دانه خر. جمعش می شود حمرون. حمرون یعنی خرها. حمرون معناش می شود خرها. باز حمرون نگوید، میم ساکن نکنید. حمرون، زیرا که حمرون بگوید جمع احمر می شود، سرخها می شود. اگر این میم ساکن بکنید می شود سرخها. اما ما در سرخها در کار نیست، ما در خرها در کار است. از این حساب میگیم حمرون، یعنی خرها. و بعد از این میگوید حقلون. حقلون کشتزار، مکانی کشتکار. بعد از این میگوید حقولون، کشتزارها، زمین های کشت. حقول جمعی تکسیر است. بعد از این میگوید بلدون. بلدون یعنی شهر، یا میشود بلد رو بگیم دولت. دولت، مثلا میگه انت من ای بلد، یعنی از کدام دولت هستی، از کدام دولت. یا بلدون میشود شهر. بلادون دولت ها یا شهرها. بلاد العالمی دولت های عالم مثلا. بعد از این میگوید کلهم، همه ویها. کلهم یعنی همه ویها، همه ویها مردها. بعد از این میگوید کلکم، یعنی همه شما. همه شما مردها. اگر کلهم را زنانه‌اش را بگوییم میگیم کلهن، یعنی ویها همه زنها. کلکم مردانه است. اگر زنانه‌اش را بگوییم میگیم کلکن، یعنی شما همه زنها. کلنا همه ما. کلنا یعنی همه ما. بعد از این میگوید ان یفعل. ان یفعل این که بکند. ان یفعل ترجمهش این که بکند.
اما مقصد از اینجا آوردن این است که انی ناصبه است، انی ناصبه است. در اول فعل مضارع می‌دراید یفعلو، اصل یفعلو بود، آخرش دمه داشت، یفعلو. ان که می‌دراید آخرش نصب میکند، میبینید که ان یفعله، پس این ان را انی ناصبه میگویند. این ان نامش انی ناصبه است، ان یفعله، اصل یفعلو بود، ان درآمد یفعله کرد. دقت دادید؟ پس این ان را انی ناصبه میگویند. بعد از این میگوید لیفعله، لیفعله. این لی در اولش میبینید این لام لامی تعلیلش میگن، این لام لامی تعلیل است. لیفعله یعنی که تا این کی بکند، لیفعله تا این کی بکند. و لام تعلیل همچنین فعل مضارع را آخرش نصب میکند، اصل یفعلو بود، لی درآمد شد یفعله، لیفعله. اما درباره این خلاف است که خود همین لی لام تعلیل آخر این را نصب کرد، یا در این بین یعنی بعد لام یک ان مضمر است، ان مضمر است. در این باره خلاف است بین عالم های گراماتیکی و عالم های زبان عربی. اصل میگویند در اینجا یک ان پنهان است، این ان که حاضر گفتیم ان ناصبه است، در تحت همین لام پنهان است. میگد که لئن یفعله است اصلش، لئن یفعله. پس یا لام آخری یفعله منصوب شد فعل مضارع، به سبب این ان میگن شدگی است. به هر صورت لیفعله تا اینکه بکند. بعد از این میگوید هم یقرؤون، ویها مردها میخوانند. دقت دادید؟ یقرؤ فعل مضارع است، یقرؤ فعل چی است؟ فعل مضارع، میخواند. وقتی که واو در آخرش همراه کردیم شد یقرؤ، یقرؤ ویها مردها. این واو گفتیم در گذشته در فعل ماضی گفته بودیم که این واو ضمیر جمع مذکر است، نامش واو ضمیر جمع مذکر. و این واو در آخرش درآمد شد یقرؤ، و همچنین نون آمد در آخرش. این نون نامش نون عوض رفع است. این نون نامش چی است؟ نون عوض رفع. در اول این فعل مضارعی یقرؤون اگر این ان ناصبه بیاید، این نون از بین می رود و می شود ان یقرؤ، نون از بین می رود، علامت نصبش پس می شود حذف نون. چطوره که این سخنها را در کتاب در درس‌های الاجرومیه با تفصیل خواندگی هستیم. علامت نصب امثله خمسه، اینها را امثله خمسه میگویند، یقرؤون و تقرؤون و یقرآنی تقرآنی تقرئین، اینها امثله خمسه هستند. علامت نصبشون حذف نونه، نون از بین میبرند. بعد از این یا که اینجا گفت که هم یقرؤون، ویها مردها میخوانند. اکنون در اول این یقرؤ یا حرف مضارعت است، قرأ اصل باب است، حرفای اصلی است، و واو ضمیر جمع مذکر است، و نون عوض رفع است. اینها را همینطور حرف به حرف یاد بگیرید اگر میخواهید زبان عربی را خوب بدانید و خوب بفهمید. بعد از این میگوید هن یقرأن، ویها زنها میخوانند. دقت دادید؟ هن ویها زنها، ضمیر منفصل غائب جمع مؤنث. یقرأن میخوانند ویها زنها. ویها زنها را ما از کجا گرفتیم؟ از همین نون. این همین نون معناش همین است که ویها زنها میخوانند. کی میخواند؟ انا همین ویها زنها میخوانند. دقت دادید؟ پس این نون در یقرأن، این نونش نون ضمیر رفع نیست. اگر انم در اولش بیاری این نون باقی میماند، میگوی ان یقرأن، ان یقرأن، این نون حذف نمی شود.
چرا؟ زیرا که نون ضمیر است، ضمیر جمعی مؤنث. به مثل در این یقرؤون واو گفتیم ضمیر جمعی مذکر است، این نون ضمیر جمعی مؤنث است. و نون در یقرؤون را گفتیم نون عوض هست، عوض عن رفع. دقت دادید؟ نون عوض که گفتیم بدانید که از بین می رود. نون ضمیر که گفتیم بدانید که از بین نمی رود. زیرا که قاعده داریم که الضمائر لا تحذف ولا تبدل عن احوالها، قاعده است در زبان عربی. بعد از این میگوید که انتم تقرؤون، یعنی شما میخوانید، انتم شما مردها، تقرؤون میخوانید. دقت دادید؟ تقرؤون. در اینجا همچنین تقرؤ واو ضمیر جمع مذکر است و نون عوض رفع است. پس ان اگر در اولش بیاد نون از بین می رود. ان تقرؤ میگید بعد ان تقرؤ. اگر ناصبه ها در اولش نباشد یا جازمه نباشد پس میگید تقرؤون. تقرؤون نون عوض عن رفع است. و فرق بین یقرؤون و تقرؤون در چی است؟ فرق بین یقرؤون و تقرؤون در چی است؟ یقرؤون جمع مذکر غائب است. تقرؤون در اولش ت باشد جمع مذکر مخاطب است، یعنی شما مردها. تقرؤون میخونید شما مردها. پس اینها را همچنین فرقیتش رو بروید. بعد از این میگوید انتن شما زنها، تقرأن میخونید شما زنها. این نون ضمیر است، نون ضمیر جمعی مؤنث، چطوری که در یقرأن گفتیم. و در تقرأن همچنین نون چی است؟ نون ضمیر است. پس فرق بین یقرأن و تقرأن در چی است؟ یقرأن جمع مؤنث غایب است. یقرأن جمع چی بوده است؟ مؤنث غایب. اما تقرأن چی است؟ تقرأن جمع مؤنث مخاطب است، در پیشمون است. تقرأن شما زنها میخونید. دقت دادید؟ پس نونشون هر اینها را نونشون نونای ضمیر هستن، حذف نمیشوند. اگر ان رو هم بیاره میگیم ان تقرأن، نون حذف نمیشود. بعد از این میگه که نحن نقرأ، اینجا باید دمه بمانیم زیرا اینکه مکان دمه است. ان نقرأ یعنی که این نحن نقرأ یعنی که ما میخوانیم. نحن نقرأ معنیش چی است؟ ما میخوانیم. نحن نقرأ یعنی ما میخوانیم. اگر ان رو در اولش بیاریم چیکار میشود؟ میگیم نحن ان نقرأ، یا نحن در کار نیست، ان نقرأ. چخیلی که آخر این را فتحه کرده بود، این همزه را همچنین فتحه میکند. پس میگیم که نحن، یا که نحن در کار نیست میگیم نقرأ، این طور نقرأ. اما ما در حالا یگان ناصبه در اولش که نیست، پس چی میگویم؟ میگیم نقرأ، نحن نقرأ یعنی ما میخونیم. دقت دادید؟ پس این جدول رو خوب اهمیت بدید. در این جدول یقرؤون فعل با فاعلش است، این واو فاعل است و نون عوض رفع است. یقرأن فعل با فاعلش است، یقرأ فعل است و نه ضمیر است و فاعل است. تقرؤون واو فاعل است، تقرأ فعل است و واو فاعل است و نون عوض رفع است. انتن تقرأن دا نون ضمیر است، فاعل است. نحن نقرأ فاعل نقرأ در کجا است؟ ضمیر تقدیری است. ضمیر تقدیری در زیرش پنهان شدگی هست. پس اصلش نقرأ نحنو است. ضمیر است که در تقدیرش هست. نحن نقرأ یا نقرأ نحنو، یا نحنو دیگه در تحت نقرأ پنهان شدگی است. دقت دادید؟ پس این بود کلمه های نوی درس 25. با همین کلمه های نوی درس 25 با آخر رسید. اینها را اولا حفظ کنید،
بعد از این بخونید حوار رو. این حوار درس 25 است. حوار درس 25 صاحب کتاب همچنین از درس‌های گذشته و از کلمه‌های که حالا خواندیم، از همه اینها یک گفتگوی زیبای برای ما و شما تقدیم کرده است. چی میگوید؟ میگوید که اولادی کلهم یقرؤون القرآن، یعنی فرزندان من همه اشان میخوانند قرآن را. دقت دادید؟ اولادی مبتدا و مضاف الیای متکلم مضاف الیه. کلهم چی است؟ ما در الاجرمیه کل خوندیم، توکید است. توکید دو نمود میشد، توکید لفظی، توکید معنوی. این کل توکید معنوی است. توکید چی است؟ معنوی است. کل توکید است کی است؟ اولاد است. کلو مضاف، هم مضاف الیه. این هم با برمیگرده به اولاد، یعنی فرزندان من همه اشان، یعنی همه فرزندانم، یقرؤون القرآن، میخوانند قرآن را. یقرؤون واو ضمیر جمع است، برای اولاد جمع است، فرزندان از این حساب واو رو آورد. یقرؤون و نون عوض رفت. یقرؤون القرآن، این واو فاعل است، ضمیر فاعل است. القرآن چی است؟ مفعول به. مفعول به همه وقت منصوب می شود. برای هم خود میگیم قرآن نه. بعد از این میگوید ابنائی کلهم یذهبون الی المدرسه، یعنی فرزندان من همه‌شان، یا ابنای جمع ابنای پسر، پسرهای من همه‌شان میروند به سوی مدرسه، به سوی مکتب. ابنایی مبتدا مضاف مضاف الیه یا مضاف الیه می شود. کلهم همچنین توکید است، توکید معنوی. کلهم یذهبون، واو ضمیر یذهبو فاعل است، نون عوض رفع است. الی المدرسه جار و مجرور متعلق به یذهبون، به یذهبو. ابنائی کلهم یذهبون الی المدرسه، یعنی پسران من همه اشان میروند به سوی مدرسه، به سوی مکتب. بعد از این میگوید الفتیات یذهبن الی المکتبه لیأخذن الکتب منها. دقت دادید؟ میگوید که الفتیات یذهبن، یعنی جوان دختران میروند. این نون ضمیری جمعی مؤنث است، این نون عوض رفع نیست. یذهبن الی المکتبه، به سوی کتابخانه. لام تعلیل است. برای چی میروند؟ علت بیان میکند، سبب رفتن بیان میکند. میگه لیأخذن، تا اینکه بگیرند. این نون عوض، این نون جمع مؤنث است، ضمیر جمع است. لیأخذن الکتب منها، الکتب مفعول به. این نون فاعل یأخذو است، فاعل است. الکتب مفعول به. لیأخذن الکتب منها، تا اینکه بگیرند جوان دختران کتاب ها را، منها از همون مکتبه. ها ضمیر است برمیگردد به مکتبه. الفتیات یذهبن الی المکتبه لیأخذن الکتب منها، یعنی جوان دختران میروند به سوی کتابخانه تا اینکه بگیرن همون جوان دختران کتاب ها را از آنجا، یعنی از کتابخانه. بعد از این میگه ماذا تفعلون هنا، یعنی چی کار میکنید شما اینجا؟ معلومه شد مردها را پرسیده، زیرا که این واو ضمیر جمع مذکره. ماذا تفعلون، چی کار میکنید شما پسرا، شما مردها، هنا اینجا. این نون عوض رفع است. نون تفعلون نونش نون عوض رفع است. میگوید الی این انتم تنظرون، یعنی که به کجا یا به سوی کجا؟ انتم تنظرون، شما نگاه میکنید. الی این تنظرون، الی این انتم تنظرون، به سوی کجا شما نگاه میکنید؟
دقت دادید؟ پس تنظرون واوش فاعل است، ضمیر است، ضمیر جمع مذکر و فاعل تنظرو است و نونش نونی چی است؟ نون عوض رفع. بعد از این میگوید ماذا تريدون بعد الدروس، یعنی که چی میخواهید شما بعد درس ها؟ ماذا تريدون یعنی چی میخواهید شما مردها، شما جوان پسران یا شما بچه ها، زیرا که واو ضمیر جمع مذکره، نون عوض رفع است و این ضمیر جمع مذکر فاعل است. تريدون بعد الدروس، بعد درس ها، بعد ظرف است، دروسی مضاف الیه، بعد باز مضاف، دروسی مضاف الیه. ماذا تريدون بعد الدروس یعنی چی میخواهید شما بعد درس ها؟ میگوید جواب میتید، میگوید که نريد ان نرجع الى بيوتنا فنأكل الخبز ونشرب الشاي ثم نلعب بالكرة بعد ذلك. دقت دادید؟ میگه که نريد ان نرجع الى بيوتنا، میخواهم این که نریدو فعل مضارع آخرش ضمه شد، برای چی؟ برای در اولش ناصبه نیامده بود. نريد ان نرجع، نرجع اصلش نرجعو بود، دیدید؟ نرجع شد. نريد ان نرجع برای در اولش اند آمد. نريد ان نرجع یعنی میخوایم این که بازگردیم ما الى بیوتنا، بسوی خانه هایمان. بیوت جمع بیت، بیوتنا خانه هایمان، خانه های ما. فنأکل الخبز پس بخوریم ما نان را. فای است که بعدش ان مضمره وجوبا می آید، فورا بعدش ان اومدگه، فان اصلش، فان نأکل، اون ان را ظاهر کردن جایز نیست. فنأکل یعنی فان نأکل، انیت اومدگه برام خاطر نأکلو نأکل شدگی است. دیده؟ در اینجا میگن که فای جوابیه هست، فای جوابیه که هست، از این حساب در تحتش یه ان مضمر است، پنهان است. فنأکل اصلش فان نأکل، اون ان این آخر فعل مضارع فتحه کردید، نصب کرد. فنأکل پس بخوریم ما الخبز نان را. خبز چی است؟ مفعول بهی. و نشرب الشای و بینوشیم ما چای را. برای چی نشرب شد؟ نشربو باید باشد، زیرا که واو عاطفه است. نشربه را عطف کرد در جای نأکله، اصلش فنشربه یعنی فنأکله بود، بعد از این حساب آخرش منصوب بود به ان مضمره وجوبا، از این حساب نشربه همچنین آخرش چی شد؟ منصوب شد به ان ناصبه، یا به بعد ان ناصبه که بعد فای جواب اومدگی بود. و نشرب الشای و بینوشیم ما چای را. ثم نلعب بالکرتی بعد بازی کنیم ما با توپ. بعد ذالک بعد آن. دقت دادید؟ ثم نلعب، برای چی اینجا نلعب شد؟ نلعبو بود به خاطر آنه که با ثم عاطفه است، عطف کرد به نأکله، یا میتونه بگیم عطف کرد به نشربه، نشربه عطف شده بود به نأکله. دقت دادید؟ ثم نلعب پس بازی کنیم ما، اصلش نلعبو بود گفتیم، نصب شد. ثم نلعب بالکرتی بعد ذالک، با توپ بعد از آن. بعد از آن یک بار دیگر میخونم، میگه که نريد ان نرجع الى بیوتنا فنأکل الخبز و نشرب الشای ثم نلعب بالکرتی بعد ذالک، یعنی میخواهیم ما این که برویم به سوی خانه هایمان، پس بخوریم ما نان را و بنوشیم ما چای را، پس بازی بکنیم با توپ بعد از آن. دقت دادید؟ بعد از این میگوید که بلدی کبیرون یعنی کشور من کلان است، یا شهر من کلان است، میشه کشور بگیم، یا دولت من، کشور من، کشور من کلان است.
بعد از این میگوید بلادنا کبیرتون، شهرهای ما کلان است، یا کشورهای ما، دولتهای ما کلان است. بعد از این میگوید هل لبلدکم حقول و بساتین، یعنی آیا لبلدکم یعنی دارد بلد شما، کشور شما، کشتزارها و بوستانها، باغها. میگوید هل لبلدکم، آیا هست برای شهرهای شما، یعنی دارد شهرهای شما حقول کشتزارها و بساتین و باغها. بساتین غیر منصرف که هست، از این حساب آخرش تنوین رو قبول نکرد، صیغه منتهى الجموع. حرف جواب قطعی جواب میتد، میگوید نعم، یعنی بله. لبلدنا حقول و بساتین کثیرتون، میگوید که شهر ما کشتزارها و باغهای بسیار دارد. این لیره در آخر ترجمه میکنیم به معنای دارد. لبلدنا حقول و بساتین کثیرتون، شهر ما کشتزارها و باغهای بسیار دارد. کثیرتون صفت است برای بساتینو. بساتینو جمعی غیر عاقل است، از این حساب کثیرتون به مفرد مؤنث ما صفتش کردیم. بعد از این میگوید یا ایها الفتیات اتفهمن هذه الکلمات العربیت. دقت دادید؟ میگوید که یا ایها الفتیات، یعنی ای جوان دختران، اتفهمن، آیا میفهمید شما زنها، نون ضمیر جمع مؤنث، آیا میفهمید شما زنها هذه الکلمات العربیت، این کلمه های عربی رو؟ دقت دادید؟ اتفهمن، فهمه فعل ماضی، فعل مضارع، و نونی ضمیر فاعل می شود، هذه مفعول به می شود. هذه چی است؟ مفعول به. الکلماتی چی است؟ بدل هذه. هذه الکلماتی، کلماتی جمع مؤنث است، حالت نصبش به کسره می شود نیابتا عن الفتحه. العربیت، برای چه عربیت شد؟ به خاطر اینکه صفت کلمات است. کلمات در لفظ میبینید کلماتی است، کسره است، اما این کسره جاینشین از فتحه است. از این حساب العربیت صفت کلمات که است، برای خاطر میگم عربیت. اگر بگی العربیتی غلط می شود، خطا می شود. العربیت برای صفت کلمات است، کلمات در محل مفعول به است. بعد از این میگوید نعم، یعنی حرف جواب بله. نحن نفهمها کلها، یعنی ما میفهمیم ویها را، همه‌شان را. نحن ما، نفهمو میفهمیم ما، نفهمو از نون فهمیدیم که یعنی ما میفهمیم ما. ها برمیگردد به کلمه ها، اینا میگن مفعول به. نفهمو را فاعل، ضمیر مستتر تقدیر نحن. ها مفعول به، ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع مفعول به. برمیگردد به کلمات، یعنی ما میفهمیم همون کلمه ها را. کلها توکید است، کله ببین مؤکدش در محل نصب است. ها از این حساب کله میگیم، کلو بگیم غلط است، کلی بگیم غلط است. کله توکید از مفعول به است، از ضمیر است. از این حساب میگیم کلها، همه ویها را. کله توکید مضاف، ها مضاف الیه. بعد از این میگوید که متى ترجعون الى بلادکم، یعنی کی باز میگردید شما مردها به سوی کشورتان، به سوی شهرتان. متى کی اسم زمان، ظرف است، ظرف زمان. متى کی کدام وقت، کدام زمان. ترجعون باز میگردید شما، واو ضمیر جمع مذکر فاعل، نون عوض رفع. ترجعون الى بلادکم،
به سوی شهرهایتون، به سوی کشورهایتون. میگوید که بعد قلیلین، یعنی کمتر بعد قلیلین کمتر بعد. قلیل اول ترجمه کنید، بعد رو ترجمه کنید، درست می شود. قلیل یعنی کم، بعد یعنی بعد، کمتر بعد قلیلین ان شاء الله، اگر الله خواسته باشد. بعد از این میگوید رکبنا الافراس فخرجنا من قريتنا اليوم صباحا و نريد ان نرجع الیها مساء. میگوید که رکبنا الافراس، سوار شدیم ما، سوار شدیم ما. در اینجا نا فاعل است، رکبنا سوار شدیم ما، نا فاعل است. الافراس یعنی اسب ها را، الافراس جمع فرس، اسب ها، افراس مفعول به. رکبنا الافراس یعنی سوار شدیم ما اسب ها را. فخرجنا پس بر آمدیم ما، این ما فاعل است. فخرجنا پس ما بر آمدیم، من قریتنا از قریه‌مون، از قشلاقمون، الیوم امروز، صباحا در وقت سحر، یعنی سحر بر آمده بودیم. و نريد ان نرجع و نريد ان نرجع الیها مساء، و میخواهیم که بازگردیم به سوی وی، یعنی الی قریه، الیها یعنی الی القریتی، به سوی قریه، مساء در وقت بیگانی. و نريد ان نرجع، اصل نرجعو بود، ان که درآمد آخرش منصوب کرد، ان نرجع الیها مساء. بعد از این میگوید هل لهذا الفلاح بقرة، هل لهذا الفلاح بقرة، یعنی که آیا این دهقان گاو دارد؟ هل لهذا الفلاح بقرة، این لی دارد در آخر ترجمه میکنیم. آیا این دهقان گاو، اکنون لی را ترجمه میکنیم دارد، آیا این دهقان گاو دارد؟ در جواب میگوید نعم یعنی بله، نعم یعنی بله، حرف جواب. بعدش میگوید عنده بقرة و ثور و فرس و حمار و عنده دیکة یا دیکة جمعش و دجاجات ایضا و هو لیس بفقیر و عنده حقل کبیر و بستان ایضا و فی البستان اشجار مختلفة و نباتات نادرة. اکنون این قدر سخن را پیشکش کرد. دقت بدید، عنده در بعض کتابا لهو دارد، عنده یا لهو بقرتون، بهتر خوبتر عنده است، اینجا عنده خوبتر است. لهو هم باشد یعنی دارد وی، اما لهو گفتیم برای عاقل است، عنده برای غیر عاقل است. دارد وی غیر عاقل، چیزهای غیر عاقلی دارد. بقره غیر عاقل است، ثور غیر عاقل است، پس عنده بهتر و خوبتر است از لهو ده. و عنده بقرتون یعنی وی دارد گو، و ثور بقه، و فرس اسب، و حمار خر. دیدید؟ عنده بقرتون و ثور و فرس و حمار، یعنی دارد وی گو، بقه، اسب، خر. در این بین واوی را میبینید، این واوها واوهای عاطفه هستند. تا و حمارون، تا اینجا واوهای عاطفه هستند. بعد از این و میگوید، این واو استئنافیه میگیم، زیرا که در قبل یگون چیزی عطف میکردگی نداریم. واو استئنافیه است در اینجا، و عنده. بعد میگوید عنده دیکتون، یعنی دارد وی خروس. در بعض جا لهو هم اومدگی است، لهو در همین کتابی تعلیم زبان عربی لهو هم باشد میشود دارد وی، اما عنده بهتر است. دارد وی دیکتون خروس ها و دجاجاتون مرغ ها ایضا همچنین. و عنده دیکتون دارد وی خروس ها و مرغ ها همچنین، یا دارد وی خروس ها و مرغ ها نیز. اکنون در اینجا واو اول و عنده واو استئنافیه است، دیکتون و دجاجاتون، اینجا در و دجاجاتون واو عاطفه است، ایضا. و هو لیس بفقیر، واو استئنافیه. و هو لیس بفقیر
وی کمبغل نیست و وی کمبغل نیست. یا واو میتونیم واو حالیه بگیریم و حال کونه لیس فقیرا، در حالی که اون کمبغل نیست. واو استینافیه بگیم که وی کمبغل نیست. واو عاطفه بگیریم میگیم که در حالی که وی کمبغل نیست. این قد چیزها داشته باشد یعنی کمبغل نیست. بعد از این میگه و عنده، این واو استینافیه. و عنده حقل کبیر و بستان ایضا، یعنی و نزد وی کشزاری بسیار است و بستان یعنی باغ است همچنین، یعنی زمین های کارمی بسیار دارد میگه و باغ دارد. و عنده دارد وی و لهو گفتیم در بعضی کتاب هم هست. بعد لهو هم باشه ترجمه دارد وی بگوید. جواب واو استینافیه عنده حقل کبیر صفت حقل و در این جواب واوی عاطفه است. بستان را عطف کرد در جای حقل. ایضا همچنین. بعد از این میگه و واوی استینافیه و فی البستان اشجار مختلفت و نباتات نادرة، و میگوید در باغ درخت های گوناگون است و رستنی های کمیاب است. دیدید؟ و میگوید در باغش درخت های گوناگون است. اشجار مختلفتون صفت اشجار است، غیر عاقل است، برام خود به مفرد مؤنث صفتش کردیم. و نباتات نادرتون و واو عاطفه و رستنی های گوناگون است. نباتات غیر عاقل است، نادرتون به مفرد مؤنث صفتش کردیم. در اینجا و فی البستانی را میشه واو حالیه بگیریم و حال بستان همین است که و حالش همین است، اون بستان را اون باغ را که درخت های گوناگون و رستنی های کمیاب دارد میشه واو عاطفه که واو استینافیهش میگیریم. بعد از این میگه هم کلهم فلاحون، یعنی ویها همه اشان دهقان هستند. هم مبتدا، کلو توکید از هم است. کلو مضاف، هم مضاف الیه، فلاحون پس میشود خبر. هم کلهم فلاحون، یعنی ویها همه اشان دهقان هستند. بعد از این میگوید انتم کلکم شیوخون، یعنی شما همه اتان موی سفید هستید، شما همه اتان پیرانسال هستید. انتم مبتدا، کلو توکید از انتم، کلو مضاف، کم مضاف الیه، شیوخون خبر از مبتدا. انتم گفتیم مبتدا، خبر شیوخون می شود. بعد از این میگوید نحن کلنا شبانون، ما همه جوان هستیم، ما همه جوان هستیم. نحن مبتدا، کلو توکید از نحن، کلو مضاف، نا مضاف الیه، شبانون خبر از نحن مبتدا. بعد از این میگوید ارکب الفرس وارکب الحمار ولا ترکب الثور ولا ترکب البقره. یعنی چی؟ یعنی میگوید سوار شو اسب رو، فرسه سوار شو اسب رو، و سوار شو خر رو، ارکب الحمار، ولا ترکب الثور، و سوار نشو بقره، بقره سوار نشو، ولا ترکب البقره، و سوار نشو گاو رو. اکنون در اینجا چی فایده ها برای ماست؟ یکمش همین است که ارکب فعل امر است. همزه وصله در اول بود، همزه را خوندیم گفتیم ارکب، این به ساکن بود. این به حرکتی که میبینه ارکبیل، این حرکت عارضی است، حرکت اصلی نیست. و سبب التقاء ساکن ارکب، این لام ساکن بود و سبب التقاء ساکن کسره شده میشه ارکبیل. فرسه مفعول به، ارکب فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت، ارکب الفرسه وارکب الحمار. در اینجا الف را نمیخونیم، الف همزه وصل را نمیخونیم. چرا؟ زیرا که در درج کلام است، در بین کلام است. میگیم ورکب الحمار، در اینجا همش التقاء ساکنین شد و حرکت بارا که میبینید حرکتش حرکتی عارضی است، حرکت اصلی نیست. ورکب الحمار ولا ترکب الثور، ولا لای ناهیه است، لای ناهیه آخر فعل مضارع جزم میکند. ولا ترکب بود ساکن و آخرش ساکن بود مجزوم، علامت جزم ساکن، و ساکن با ساکن، یکن ساکن، التقاء ساکنین شد. به را ما حرکت دادیم کسره به سبب التقاء ساکنین. حرکتی به همچنین حرکتی چی است؟ حرکتی
آریدی است، پس شد ولا ترکبی الثوره. اصل ولا ترکب الثوره است، ولا ترکب به ساکین است. لیکن در اینجا ما میگیم کسره میتیم مثلا به التقاء ساکینن میگیم ولا ترکبی الثوره. ترکب همچنین فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت، الثوره مفعول به است. ولا ترکبی البقره، ولا لا همچنین لای ناهیه است، آخر فعل مضارع جزم میکند. ولا ترکب بسبب التقاء ساکینن بین ب و لام، ب رو کسره دادیم، حرکت ب کسره آریدی است. ولا ترکبیل بقرته، بقرته چی است؟ مفعول به است. فاعل ترکب ضمیر مستتر تقدیره انت. پس این هست درس 25 از کتاب تعلیم زبان عربی و در اینجا این درس را به پایان میرسانم و تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.